سلام. این قراره اولین ویدیوی یوتیوب من باشه، یعنی چنل یوتیوبم. امروز خیلی رندوم تصمیم گرفتم که یهویی بیام و یه ولاگ، یعنی میلی ولاگ از کارهایی که میکنم انجام بدم. البته کار خاصی انجام نمیدم، کلا قرار با هم دیگه درس بخونیم چون یه کنکوری بدبختیم ما. پس بیایم بریم که با هم دیگه درس بخونیم. من از اونجایی که صبح زود بیدار میشم الانم ذاتاً یه پارت از درسمو خوندم. امروز قرار بود که با شیمی شروع کنم و خب شیمی رو خوندم. داشتم فصل 4 رو مرور میکردم که تا فکر میکنم صفحه 104 105 رسیدم که بعدش خواستم بیام نمونه سوالا رو حل کنم برای بار نمیدونم چند، ولی خب الان داشتم مال شهریور 401 حل میکردم. اینا رو باید همشو حل کنم که بفهمم چه خبره. و من تصمیم گرفتم که بعد از پارت شیمی برم یه بخشم، یعنی یه پارت هم ادبیات بخونم، به خاطر اینکه خیلی مهمه بچه‌ها، یعنی ذری بشم از همه درس‌ها بیشتر. و من پارسال دیدم که چقدر این امتحانو سخت دادن، نزدیک 45 تا سوال بود یا همون 45 تا سوال بود فکر می‌کنم. و واقعا من وقتی از امتحان در اومدم نشستم گریه کردم چون باورم نمی‌شد اینقدر یه امتحان سخت باشه. پس به خاطر همین هم اول لغت‌ها رو مرور میکنم، اون درسایی که خیلی مهمن، از نظر املاشون هم مهمه، بعدم بریم ادامه‌شو. پارتی که از ادبیات قرار بود بخونم تمام کردم و الان ساعت 1:11 است و الان دیگه وقت استراحتمه. باید برم یکم استراحت کنم، ذهنم رو جمع جور کنم که بعدش بریم، یعنی بعد از نهار بریم پارت سوممون، یعنی فیزیک رو با هم دیگه بخونیم. خب سلام دوباره بهتون. من اومدم الان تقریبا ساعت 3:10 ایناست و خب من اومدم که پارت سوم یعنی فیزیک رو شروع کنم بخونم. و خب از اونجایی هم که کلا آدمی نیستم که بتونم ظهر رو بخوابم، پس زودتر شروع میکنم. کلا 10 دقیقه استراحت میکنم، من زود دراز میکشم و اینا. پس بیاین که با هم دیگه بریم فیزیک رو شروع کنیم. دلم خواست که چند کلمه باهاتون درد و دل کنم از این باری که، یعنی بار سنگینی که رو دوش تک تک ما بچه هاست، مخصوصا کنکوریا و حالا پشت کنکوریا که من خودم هم پشت کنکورم، که چقدر امسال عذاب کشیدیم، چقدر امسال سخت بود. از تمام اتفاقایی که از دی به بعد افتاد، جنگ شد، اینترنت قطع شد، تاثیر 11 ما واقعا وحشتناک ترین سالی بود که من داشتم زندگی میکردم و خب البته پر استرس ترین. یعنی فکر میکنم تمام سالایی که من کلا آدم استرسی ام، ولی امسال خیلی استرسم 100 برابر شد به خاطر تمام اتفاقایی که افتاد. ولی خب احساس میکنم که روز به روز که میگذره، تاریخ‌ها که نزدیک‌تر میشن، الان دقیقاً 20 روز مونده تا امتحان نهایی که من میخوام همه درس‌ها رو ترمیم بزنم، یعنی اون 10 تا درسی که باید امتحان بدیم پارسال دادم، ولی خب دوباره میخوام ترمیم بزنم به خاطر اینکه امسال 60% تاثیرش و خب حالا تاثیر 11 هم که مثبت شد همونطور که همتون میدونید. و خب فکر کنم نزدیک تقریباً 2 ماه اینام، یعنی 2 ماه بعد که میشه 30 مرداد هم کنکور تجربیه. و خب توی این مدت واقعا احساس میکنم که گفتم تاریخ‌ها که نزدیک‌تر میشن، اون
بار سنگین و سنگین تر میشه و آدم بیشتر استرس میگیره و اصلا نمیدونه باید چی کار کنه. مثلا من خودم 1 هفته است که احساس میکنم تمام انرژیم تخلیه شده و هیچ انرژی ندارم که بتونم مسیر رو ادامه بدم و بعضی روزا میشینم با خودم میگم واقعا خستم، واقعا نمیکشم و مطمئنم که اگر 100% بچه‌ها اینطوری نباشن 90%شون یا مثلا 80%شون عین منه که دیگه از این مسیری که فرآیندش خیلی زیاد فرسایی شد، هی تعویق خورد، هی نخورد، اصلا داستانه پیش اومد که واقعا افتضاح بود. احساس میکنم که تک تکشون خستن و دیگه دلشون میخواد که فقط این مسیر به خوبی و درستی بگذره و تموم شه بره. و خواستم که یه چند کلمه باهاتون درد دل کنم تا یکم این بار سنگین از روشم برداشته بشه. الان ساعت 7:48 یعنی 7:50 و من دیگه واقعا خیلی خسته شدم و احساس میکنم که هیچ انرژی ندارم که بتونم پارت بعدی که دینی هست رو بخونم. پس میرم یه استراحت میکنم و آخرین پارت هم که دینیه بخونیم و بخوابیم و فردا دوباره. رسیدیم به پارت آخر که دینیه و من قراره که درس 7 رو بخونم، یعنی درس 7 رو تا نصف خونده بودم. بیاین که بریم ادامهش رو برمیزه بخونیم. من درس 7 و 8 تقریبا نصف 8 دینی رو تمام کردم که یکم بیش تمام شدم، ولی خب الان ساعت 11:15 است. کم کم میخوام برم بخوابم چون معمولا زود میخوابم، 11 رو 11 میخوابم به خاطر اینکه صبح زود بیدار میشم. از اینو بزنیم. فقط به خاطر اینکه یکم نرم بشه. و مرسی که تا اینجای ولاگ با من همراه بودین. امیدوارم که اولین ولاگ یوتیوبم رو پسندیده باشین و به امید ولاگ های بیشتر. خدافظ.